سلام علیکم دومات خوب هستین؟ و علیکم السلام. خوب خیریت یا خوشحالی بخیر جان تو جور سلامتی؟ سلامتی زنده باشین. شکر زنده باشی. خیر باشین. خب دوما جان زنگ زده بودیم خیریت بود. خیر و خیریت بوده. من یک چیز از تو پرسان میکنم کوکو. بپرسین. که از این دومات خود شما چی بدیدیم؟ که 24 ساعت پیار تو خدای جنگ میکنه مرتکه ایرون یک سرور از خونه بدر میکنی بار میکنه شما چی بدیدیم؟ سعی کنیم دوما جان. همین دفعه چی کردیم؟ خسار ما بزده او از خونه بدر کرد دوش اون درست گم بود مرفت نور باز هر رقم بود بالاخره پیدا کردم چی کردم دیگه می شما بدی که از دیدیم چی دیدیم مرتکی مسکینی ایران شدگان شما یک سر خود جار جنجال میکنن روزی که آمدم یک ماه کنیم ما شما آمدیم جار جنجال معرکه نگاه کنید شما دوما جان ما از او بدرد ندیدیم اما آدم بیعقلیه بیرو شده برفته به کار و کسبی از این جاده و از این جاده از این کوچه به از این کوچه برفته چه کار میکنه با ما کار و کسبی میکنه همه نمیگم شما بگیم ام کار و کسبی که فال واکنی هم کار و کسبیه از این هم میشه آدم نون پیدا کنی یا پول پیشکش پیدا کنی همه خود شما همی گفه بگیم خب یعنی ما چیکار کنم ما چه کار کنیم ما با تو چی میگم خب ما همی گپ همینه که ما و شما میفهمیم خب همی باجه میکه وسا همی دومات شما میشه همی خب کمک آدم سالتره بیعقلتره مجبوری ما و شما بالاخره به هر طریق شده هوا دیشته باشه نباشه که مثلا مثل مثل آقا تو که خسور ما باشه اینه مثلا اگه باز خونه بده که دوش مکمل خدا تا گاراژا مثل مین ری کرد دوش اون روز یک سر ما خود از این بر بگرد به او بر بگرد به او بر بگرد خلاصه تا پیدا کردیم خب همی یک دم گپ گفته میشه اگه می از اون جواب خسته جواب فامیل از کی میداد که از اون غیره بخست آقا تو خود خوب رشته بیا آورده جواب فامیل کی من مجبورم که من همین مسئولیت داشت بگیرم من این مسئولیت بودش گرفتم و خستم رای کردم برار خود می بعد او بعد تا پیدا کردم حالا کم سه که به خاطر تو صدا کردم گفتم بخیزی بیای که حالا خسور ما که نبوده که گفتی اونجا رفتم اگه من خسور خود دیدم اگه نه که ندیدم که تو همین گپ برای خسور ما بگو برادر گفته بگو دوماد مید گل گفته که برادر اگر همین آدم شما به خونه خود را میدیم که بخیزه پس بیای به خونه شما کاموجا هم چهار طرف شما باشه اوالیش باشه اگه نه که 24 ساعت خود جار جنجال میکنه که ما باجه خوام خونه خود خونگاه میدارم خود من معذرت میفهمم که خود چی رقم اور به سر کار غریبی نکن بفهمیدی همین گپ برای خسرو بزن دیگه بسم الله الله اکبر خوبم پیش خود نباشه بیتره اصلا پیش خود مون حالا نمیاد گفتنه بکنه با خاطر نه خب شما نگاه کنیم همین رقمه که من میفهمم